سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوبین؟ امروز اومدیم یه شیدر فوق‌العاده عالی رو تست کنیم. این یه جور مثلا حالت انیمیشنی داره. ببینید از راه رفتن من قشنگ مشخصه. خیلی باحاله. بریم بهتون نشون بدم. بچه‌ها اول از همه بریم گوسفند. ببینید از گوسفند دیگه از اول از بسم الله الرحمن الرحیم که گفتیم از گوسفند شروع میکنیم. ببین راه رفتن و فیس و قیافه این گوسفنده رو ببین ناموسن اصلا خندت میگیره آجی. یه جوجه این دور و برا بود اون بهتون نشون بدم بینید کیف کنید به خودتون بگید این چه جوجه اصلا جوجه ها رو دلت نمیاد بکشیش. این اینجاست کلک زلفه چی میگو ببین تو دلت میشه نه ناموسن دور این TNT بچینی بتره کنیش. من که دلم نمیشه. بریم تو اون چستا چیزایی که گذاشتم و تو نشون بدم. ببینید این شیشه رو ببینید. بذار از جلو بهتون نشون بدم. ببینید چقدر بالا خفنه. خیلی خفنه ناموسن. نگاه کن رودموند چه باله دست میگیری خیلی خفنه هاجی. نگاه کن نگاه کن رو تک تکش خیلی باله. من تو همچین چیزی رو ندیدم، همچین مودی رو ندیده بودم. این مودو میذارم تو چنل تلگرامم. لینک چنل تلگرامم تو قسمت توضیحات میذارم. توضیحات همین ویدیو براتون میذارم. میتونید برید لینک تلگرامم بزنید و این مودو دانلود کنید. خیلی خفنه مود ناموسن. ببین چقدر شمشیر خفن بود. این چه دستت که میگیری مثل ناصرالدین شاه شاجی نوکرم. مثل ناصرالدین شاه شدم. ببین چه بال شدم خفن شدم. خب حالا بریم ببین چه خفن. خیلی خفن میزنم. ببین چه خفن. اصلا مود باید رو همه چیز بازی تغییر بزنم. نگاه کن اینو نگاه کن. اینو نگاه کن ناموسن. اینو بهتون نشون بدم. من نمیدونم این چیه. کی میدونه چیه؟ تو کامنت ها بنویسید این اسم واقعی چیه. من اسم واقعی اینو نمیدونم. پوکه چیه؟ روی این جوجه تستش میکنم. ببین زده بشیمش. برو کنار بتونم بهت بکشمت. ببین با این باید این جوجه رو بکشی. با یه ضربه بمیره جوجه. خب آجی حالا اینو بهتون نشون بدم. ببینید اینو پرت کنم و دور بهتون نشون بدم. پرت کردنش هم فرق کرده. هیچ فرقی نکرده پرت کردنش. ناموسن چه خفنه. بالا پرت میکنم. چه باحال اومد دستم. حالا بریم بقیه‌اش رو بهتون نشون بدم. اینو بذارم. خب حالا شمل رو بهتون نشون بدم. یعنی تک تک چیز این بازی رو باید ببینید. خیلی خفنه. باید حتما راضی بشید. زمان ویدیو رو سعی میکنم کم نشونتون بدم ولی خب باید اکثر چیزاشو ببینید. تو باید برید. اصلا این مود خیلی مود باحالیه. دوست داشتید حتما برید تو چنل تلگرام هم دانلودش کنید. واسه ماینکرافت بدراک ها خیلی باحاله. مثل جاوا نیست. البته جاوا فکر کنم فرق داره. خب این ماینکرافت بدراکه. اینو میگیرم تو دستم فقط ببین آقا اصلا همینش منو کش. یعنی همینش باز شد من برم این مودو دانلود کنم الان بیارم بذارم تو چنل تلگرام. خیلی خفنه ناموسن. یه لایک به این ویدیو بده. یه سابسکرایبم بکن تا این کانال رو گم نکنی. چون بهترین مودا بهترین ویدیوها خیلی خفن رو میذاریم ته دل بخندی. ببین بهترین مودا رو ما میاریم و اینجا به نمایش میذاریم. رخت خواب رو نگاه کن. فقط جان میده روش بخوابی. بله این صندوقچه ها خالیه. هیچ چیزی بود میخواستم نشونتون. زرها رو میخواستم نشونتون بدم. این لازم اینو بردارم. اینا رو بردارم یکی اینا رو براتون درست کنم بذارم ببینید کیف کنید. این چقدر باله. خیلی خفن آقا. بذار اینو بذارم. یه چیزی رو آدم خب آوردمش. اینو میذارم اینجا. اینا هم خب همتون بلده دیگه لازم نیست من بگم. ببین ناموسن اصلا ببین خفن. ببین دیگه ببین ناموسن خفن. اینقدر خفن. بذار من اینو بذارم اینجا.
بعد اینو بدم دستش، بعد یکی زره ها رو بدم برش کنم. 1 2 3 4. ببین چقدر خفنه، چقدر زرهاش، کلی زره ها تغییر کرده، کلی تو این زره ها شمشیر ها چیزی خفن اضافه شده. شما وقتی شمشیر و تبر چوبی میسازید علف داره، خیلی باحاله. حالا اینو بهتون الان نشون ندادم. این دایمندا رو به کسی میدم که لایک و سابسکرایب کنه، لایک و سابسکرایب یادت نره. اگه میخوای این مودم دانلود کنی تو قسمت توضیحات، نمیدونم میگن دیسکریپشن، نمیدونم که همچین چیزی فکر کنم میگم، تو قسمت توضیحات این ویدیو لینک کانال تلگرام هم هست، میتونی بری وارد کانال تلگرام هم بشی، اونجا به ما بپیوندی و این مودو دانلود کنی. خیلی خفنه. این اولین مودیه که دارم به شما به نمایش میذارم. قلب منید، یعنی شما قلبید تو ذهن من. آره مولا. لایک، سابسکرایب، زنگوله بغلیش هم فعال کن تا هر موقع ویدیو مودی چیزی رو میخواستم به نمایش بذارم براتون حتما باشین این ویدیو رو ببینید. رفقا همه تون قلب منید.